روز 25 اپریل ساعت تقریبا 19 ساکن 29 ساله شهر کولوب در نقطه تعمیر کنی واسطه های نقلیات واقع در جماعت دهات کولوب شهر مذکور قرار داشتنش با ساکن 35 ساله جماعت زیرکی مناقشه کرده به گردن او یک ضربه کورد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. یک مرد 64 ساله ساکن ناحیه فردوسی به آن گمان بر می شود که هنوز در سال 2015 با روی فریب به باوری یک مرد همسال و همسایش در آمده از او 1 میلیون روبل روسی گرفته است و تا حال برنگردانیده است. ساکن 27 ساله جماعت جمتیپه ناحیه رودکی به آن گمان بر می شود که شب 26 اپریل ساعت تخمینا 00:30 ماشین خونده استارکس یک ساکن دوشنبه از کوچه نعمت قربایف غیر قانونی حی کرده برده است. جوان 25 ساله ساکن جماعت نوفروج در کنار شهر استرافشان به آن گمان بر می شود که شب 28 فوریه در حدود دهه آب زلال با روی زوروری تلفن موبیلی تمغه سامسونگ گالاکسی 10A را از کیسه شیم یک ساکن 28 ساله نوفروش کشیده گرفته است. ضرری رسانیده شده به جبر دیده از او 350 سومونی برآورده شد. نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم دوم ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام غارتگری پرونده گشودند و او بر اساس این بند قانون همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. در لیوکن ساکن 49 ساله جماعت افتخار با گمان شب 8 به 9 اپریل دزدیدن یک سرچاروای کلان ساکن 35 ساله جماعت وحدت از کوههای اطراف دهه زرتیق بازداشت شد. در ناحیه رشت دو نابالغ 16 ساله به دزدی اژده شمالدیک و ناقل‌های برق از انبار میوه ساکن 44 ساله شهرک غرم در پایان ماه مارس گمانبر میشوند. همچنین ساکن 24 ساله جماعت آبشاران ناحیه شهرتوز با آن گمان بر می شود که شب 19 و 20 اپریل وارد منزل یک ساکن 25 ساله ناحیه سینای شهر دوشنبه شده یک تلفن موبیلی تمغه ردمی نوت وی ارزشش 3380 سومون را دزدیده است.